درود بر شما. جلسه دوم، قسمت دوم. امروز اومدیم با یه دونه کلاهک و یه دونه دوشاخ سیم سیار لامپ 220 ولتی روشن کنیم. خب اول از کار همه اینو باز میکنیم، این سیم رو وارد میکنیم داخل کلاهکمون. این سیم رو اول وارد میکنیم داخل، وارد کردیم. خب این اول اینو پیش میدیم تا راحت بره داخل. خب میره داخل. خب خیلی وایم نگه داریمش با چارسو میبندیم. مثل این وسط چارسو سیم چین، چارسو بزرگ و دوسو یعنی همون فاز متر است. خب این رو قرار میدیم، بعد اینکه پیشو باز میکنیم، این قرار میدیم، قرار میدیم و اینو میبندیمش. خب صفر کردیمش. حالا این رو میزنیم تنش. کلاهک میبندیم. خب این دو سیمو میکنیم. خب این دو شاخمون رو باز میکنیم. خب اول از کار همه دو سیمون رو قرار میدیم. خب اینو قرار میدیم داخل. خب این ور پیشو باز میکنیم، بعد این ور باز میکنیم. خب اینو وارد میکنیم داخل این سیم و قشنگ وارد میکنیم داخل این سوراخ. بعد این ور میبندیم. خب بعد این ور رو از اینجا این سیم وارد میکنیم داخل، اینجا میپیچونیم. خب بعد میذاریم داخل. پیجمون افتاد، پیج این ورمون افتاد، باز کرده بودیم افتاد. این ور قشنگ صفر میکنیم. خب این دو پیج اینجا قشنگ صفر میکنیم. خب این پیج من سفت میکنیم، این ور لخت میکنیم بیشتر. خب سیم قرار میدیم داخل این، بعد میگیریم میبندیم. داریم میشکنه، مثل اینکه خب اشکال نداره، ترک فکر کنم. خب بعد بسیم اینو میبندیم. حالا میایم اینجا این ور میبندیم. این دو سوراخ که داخل پیجه برای اینه که سیم اینجا، سیم داخل این هستش، این تکون نخوره. خب سیم بستیم. خب تنها کار که الان میکنیم اینو قرار میدیم داخل. این سیم میزیم اینجا. اینجا صاف قرار میدیم داخل اینو. خب پیشمونو میگیریم، قرار میدیم داخل. میریم زنجر برق سیارمون. خب این اون سالم
این سیم سیار روشن کن چون به ویدیو دوربین نمیذارم که تار نشه. دیدین؟ این از این. حالا تست میکنیم که برق داره یا نه. برق داره. خب این برم برق داره. خب حالا اینو میکنیم از دو شاخ قطع میکنیم. فیلمون به پایان رسید. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.